خبر خوشی که به گوش اکثریت رسیده هست و دل امت اسلامی را در این شب و روزها خنک نموده، آتش عدالت الهی در سرزمین غاصبان هست. الله اکبر. آتش عدالت الهی در سرزمین غاصبان، یعنی اسرائیل غاصب و جنایتکار. الحمدلله. بعد از این که رژیم صهیونیستی غاصب با افتخار از به آتش کشیدن هزاران جریب زمین زراعتی در نوار غزه سخن گفت، الله منن برایشان نشان داد که آتش به امر کیست، باد به فرمان کیست و زمین از آن کیست. الله اکبر. الله نشان داد به اسرائیل جنایتکار که تو به قتل و کشتار اهل غزه دست نکشیدی و قناعت نکردی، سرزمین های مسلمین و مؤمنین را ویران نمودی، اکتفا نکردی. حالا نقشه میکشی که زمین های زراعتی اهل غزه را با آتش بکشی. حالا بدن و بفهم که ابر و باد و زمین و آتش همه به اختیار الله هست. الحمدلله. عزیزان من، شاید بعضی پدران موسفید از فضای مجازی به دور باشن، برای خوشحالی دلتان میگویم که چند روز پیش اسرائیل غاصب به آتش الهی گرفتار. چنان آتشی که فکرش را هم کرده نمیتوانند، چنان آتشی که از ریشه درخت بلند شده هست، چنان آتشی که از تمام کشورهای اروپایی طلب کمک نمودن و تمام امکانات و تجهیزات پیشرفته خود را آوردن، اما در برابر آتشی که الله شعله ور نموده همه عاجز و بیچاره ماندن. الحمدلله. چون این آتش از خود صاحب دارد. هزارها خانه را در غزه آتش زدن، هزارها خانه را ویران نمودن، اطفال معصوم را آتش زدن، زن و مرد را آتش زدن. 50,000 انسان در یک مدت کوتاهی به شهادت میرسد، صدها خانه ویران می شود، هزارها نفر آواره می شود. کسی صدای خود را بلند نکرد، اما الله از مخلوقات خود کار میگیرد. الله از لشکریان خود کار میگیرد. ابر و آتش لشکریان الله هستند و به خدمت الله هستند. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. گمان نکنید که الله ظلم ظالم را فراموش میکند. کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله. اینجا هست که الله به کل دنیا نشان میدهد. بیاورید هواپیماهایی که بمبار میکردید آب بپاشانید، چرا خاموش کرده نمیتوانید؟ بیاورید او امکانات و تجهیزات خود را، بیاورید اطفائیه های عجیب و غریب خود را. موتر اطفائیه وقت نزدیک آتش میشود خودش سرنگون می شود و به زمین می خورد و کنترل خود را از دست می دهد. آتش را که الله روشن بگرداند تا خودش خاموش نکند، او را کسی خاموش کرده نمی تواند. عزیزان من، چی آتش ها زدن بر دل امت اسلامی، چی اطفال معصومی را آتش زدن. آه و ناله می گیرد، دعاها پذیرفته می شود. چی دعاها در حق اهل غزه صورت گرفته. دعا شد که پروردگارا آرامش را از آنها بگیر طوری که آرامش را از اهل غزه گرفتن. دعا شد که پروردگارا خانه هایشان را ویران بگردان طوری که خانه های اهل غزه را ویران نمودن. دعا شد که پروردگارا آتش را بر سرشان بیاور طوری که اهل غزه را با آتش انداختن. الله پاک به میدان آمد و انتقام مظلومین را گرفت.
آتش روشن شده، مستکبرین و متکبرین دانستند که اهل غزه از خود مدافع دارد. هزارها خانه ویران شده، هزارها نفر آواره شده، هزارها یهود جنایتکار آواره و سرگردان شدن و سرمایه های انگفتی میبینیم که همه آتش خورده و این شعله آتش خود را به رسانه های یهود جنایتکار رسانده است. او رسانه هایی که بر سر امت اسلامی جنگ فرهنگی داشت، تبلیغات زهراگین داشت، آتش خود را به او شهرها و به او رسانه ها رسانده. ای امت اسلامی، الله با ما هست، هیچگاه غمگین نباشین. صبر بهترین وسیله هست، صبر بهترین عمل هست. بگذارید که تمام دنیا پشت طرف اهل غزه کنن، الله بلند سر اهل غزه هست. جای تأسف هست که بعض کشورهای اسلامی چه کار میکنن؟ اعلان همکاری به خاطر خاموش نمودن آتش کردن. این جای تأسف هست، این نفاق و منافقت می باشد. این مؤمن بودن و مسلمانی نیست که ما بگیم ما مسلمان هستیم. خیلی سخت است. الله سبحانه و تعالی این آتش را شعله ورتر بگردان. الله سبحانه و تعالی بر سر او یهود غاصب، بر سر او جنایتکارانی که نقشه بر سر امت اسلامی دارن و نقشه ها را بر سر اهل غزه مظلوم ترحریزی نموده بودن، الله ای آتش را بر سرشان بیشتر و قویتر بگرداند. الله پاک اهل غزه را سربلند و سرفراز داشته باشد و مطمئن باشید که روزی اسرائیل جنایتکار و غاصب محو و نابود خواهد شد. مطمئن باشید که از صفحه روزگار دور خواهد شد و مطمئن باشید که فرشش جمع می شود. این سخن من نیست، سخن نبی اکرم صلی الله علیه و سلم می باشد. الله منان مؤمنین و مجاهدین اهل غزه را پیروز و سربلند و سرفراز داشته باشد.